امیدوارم حالتون خوب باشه. این دفعه برعکس دفعات قبل یک ویدیو لانگ داریم. نمیدونم چرا خندم میگیره. اونم از اطراف گلستان، یه جای خیلی خوشگل که اسمش نقی آباده. اولین کاری که کردم این بودش که رفتم یک لوکیشن خوب برای عکاسی پیدا کردم. همچنین که بعد لباسامو عوض میکردم. رفتم سراغ عکاسی که واقعا عکس خیلی قشنگی بود، یعنی واقعا عاشق اون عکسام. وقتی در ایران زندگی میکنی بیا چقدر میره بد میای بالا. وای سر این زمینه این واقعا انقدر سربالایی بود، خار داشت، گزنه داشت، جیرجیرک داشت، یعنی اصلا نمیشد آدم راه بره. وای چه دقیقه پایده خوب بیام بالا با این از اونجایی که من 10,000 بار دارم برای یه ناخون وایس میگیرم. ناخون سرمه‌ای پیشنهاد میشه. خدافظ. حمله اتک او مای گاد چقدر من خوب راه میرم. وای خند. واو چقدر مهرانا با کلاسه، چقدر خانوم است. آره باشه. مهران تو هم که کوه تستوسترونی. امان از بی لطافتی واقعا. چرا اینجوری میتونی بیا وای بچه ها دو دور اونور دو دورم اینور داره بالا پایین داره میکنه و آره فیلمایی که داره میداره تو رو خدا زیاد واکنششون بدین چون دهن من دست واو. آنه تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده های مه‌آلود اندوه. خب مهنا بسته دیگه چقدر دست میزنی. خب الان گلم نیست خاره اصلا. چقدر رومانتیک سلام پنده لباس عوض کن. این سوی شد. بچه ها همکنون رقص زیبای مهرانا. بچه های جهنده جنگلی رو میبینید. راز بقا. سراغ ماهیگیری. اولین بار بود که میخواستم امتحان کنم. کار خیلی جالبی بود ولی خیلی آدم باید توش صبور باشه که به اون ماهی خوشگل گنده برسه. خیلی سعی کردم که یادش بگیرم ولی خب در ادامه میبینید که توش اصلا خوب نبودم. اینجا خیلی اعتماد به نفس رفتم جلو که آره من الان میتونم. ببینید که چطور برای ماهی گنده میگیرم. اینجا میذاری اینو میبری عقب به زمین نزدیک بشه. حالا من واسه بلدم. حالا اینو بزن. بیلکو بچه بیلکو میبرد. اما بعد تو معلم خوبی. اینطوری بر کنیم؟ اینطوری بر کنیم؟ آره بعد همه جمعش کن. آفرین استاد چقدر خوب یاد می‌گیری. وایسا. آره من بهش یاد دادم قبل از فیلم برداری. آره استاد من درست انجام میدم. آره حالا من استاد بودم من انجام میدم. او شما استادی من چه خراب کردی. استاد الان اونوری رو میکشی. استاد ریزی توش. آخرش هم دیگه عقب نشینی کردم و ماهیگیری به همون روال آرامش بخشش برگشت.